کسی که تقوای الهی را پیشه کند، الله متعال برای او بیرون رفت از هر مشکل را پیدا می کند. شما اگر مشکل فامیلی دارید، الله متعال برایت آسانش می کند. اگر شما مشکل اقتصادی دارید، الله متعال برایت حلش می کند. الله متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که از الله متعال بترسد، الله متعال برای او راه نجات فراهم می کند و او را از آن جایی که گمان نمی کند رزق می دهد. اگر شما مشکلات اقتصادی دارید، الله متعال می فرماید: و من یتق الله یجعل له مخرجا. الله را یاد کنید، از الله متعال بترسید و الله متعال تمام مشکلات شما را حل می کند. به یاد داشته باشید، اگر دیوار باشد و در آن دیوار دروازه باشد، راه بیرون رفت موجود است. ولی الله متعال مشکلی که برایت پیش می آید، آن مشکل بیرون رفت نداشته باشد، برایت بیرون رفت پیدا می کند. یک داستان کوچک را می خواهم برایتان قصه کنم. شیخ نقل می کند: شخصی به نام حاتم الحسن که یک شخص صالح و پرهیزگار بود، نزد فامیلش آمد و می خواست که بر سفر حج برود. برای فامیل خود گفت: من می خواهم به سفر حج بروم. در آن زمان سفر حج طولانی بود. ماه‌ها را در بر می گرفت تا به بیت الله شریف کسی برسد. حاتم گفت: من به حج می روم، ولی ذخیره زیاد یعنی پول و یا خوراک زیاد برای شما ندارم. پس شما برای من مشورت بدهید که چی کار را انجام بدهم. خانمش گفت: درست است، سفر حجت را به یک زمان دیگر به تأخیر بینداز تا برای ما ذخیره و خوراک زیاد فراهم بسازی. مگر دختر کوچکش دخترک خاص بود. او برای پدرش گفت: پدر جان، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. پدر جان، الله متعال ما را رزق می دهد، پس تو به سفر حج برو. حاتم از مشورت دخترک کوچک خود استفاده کرد. بعد از چند هفته خوراک فامیل حاتم خلاص شد. مادر بالای دخترک کوچک قهر شد و انتقاد کرد و برایش گفت: ببین، حال ما این چنین است. تو پدرت را وادار ساختی که به سفر حج برود. دخترک بدون این که برای مادر خود چیزی بگوید، داخل اتاق رفت و دستان کوچک خود را بلند کرد و گفت: یا الله، تو برای ما وعده دادی و قول و وعده تو حق است و تو فرمودهی: و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که تقوای الهی را پیشه کند، برایش از هر مشکل بیرون رفت پیدا می کنی و از راه برایش رزق می دهی که گمان نکرده است. پس برای ما وعده ات را حق بگردان. هنوز دستان کوچک دخترک زیبا پایین نشده بود که دروازه تک تک شد. دخترک به طرف دروازه دوید و دروازه را باز کرد. دید که محافظ والی است و برای والی آب می خواهد. دخترک با عجله داخل رفت و آب سرد برای محافظ آورد. محافظ این آب را برای والی آن زمان برد و والی وقت آب گوارا را نوش جان کرد پرسید که این آب را از کجا آوردید؟ گفتند از آن خانه، یعنی خانه حاتم. حاتم شخص مشهور بود و والی گفت باید برویم و برای او
سلام بگوییم؟ گفتند نخیر، حاتم به حج رفته است. والی گفت پس این مسئولیت ما است که متوجه فامیل او باشیم. والی با سکه های اصطلاح به خانه حاتم آمد و برای ایشان سلام تقدیم کرد و هدایا را برای خانم حاتم داد. دخترک وقتی چنین حالت را دید گریه کرد. مادرش گفت چرا حالی که ما در خانه خود نعمت داریم چرا گریه میکنی؟ دخترک گفت به خاطر که الله متعال بالای ما عنایت فرمود و برای ما وعده خود را حق گردانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.